دکتر انیتاش میفتن که مینا با شما انا من دل ندیم انا بر یاری دیگر میدیم دل. زنده باشید. قطیت قریم شجاع پریم. همه گناه در سر شما. قطعی همین برنامه هاتون دیگه هیچ کس به فکر برنامه تلویزیونی دیسک تماشا نمیکنه. همه شبکه‌های اجتماعی یوتیوب. شوهرم فقط من میگن چوجه چای من. برای چی امروز نمیکنید همون که گردن فربه شد. نمیشه غم میگیرن. یعنی میگن مورا نرس نمیگذه. یا زنبور چش اگر سیخ کنید. مینا هم یک دختری نازنین، یک هنرمند خوب. کی میدوند یکی پدرامون یا مادرامون. در زندگی من نمک نمیتونه به نظرم، فقط قلمفور میتونه. قهریم چوجه زهریم. همین یکم درجه هم مرد خیانتکار که شد دیگر در نظرم مرد نیست. یکی میگن با مرد خیانت نکند، مرد نیست. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед пас аз доруҳои бца протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. درود بینندگان عزیز، مخلصان و هواداران برنامه چهره آشنا. این نوبت مهمانی برنامه ما هستند یک تن بانوی پرهنر، هنرمنده که با ترانه‌های عاشقانه خود نه تنها در تاجیکستان و حتی بیرون از آن مخلصان و هواداران خود را دارد. ستاره استرادای تاجیک بانوی زیبا سعیده سیراج‌الدین. تشکر. خوش آمدید به برنامه چهره آشنا. زنده باشین. و مخلصان همگی از ایجادیات شما، از ترانه های شما آگاه هستند و مخصوصا از ترانه گل به باغ، ترانه سفر رفتی و دیگر ترانه ها بودند که مخلصان محض انا با همون ترانه ها شما رو میشناسم. و مخلصان برنامه ما زیاد میخواهند که درباره زندگی پسی پردگی شما، یعنی زندگی اویلوی شما معلومات داشته باشند و میخواستیم که نخست سوال از آن کرده باشیم که امروز سعیده بانو چگونه روز و روزگار دارند؟ اولا سلام خود را به همه مخلصان و تماشابینان برنامه چهره آشنا میرسانم. بعدا منتداری خود را به شما میرسانم برای دعوت. تشکر. درباره زندگی من در تمام همین زندگی ناز میبینم که درباره حیات شخصی هم عموما گپ نزنم. چون این زندگی شخصی فقط از من است، به من تعلق دارد. میخوام همیشه پسی پرده بماند. لیکن اگر اینقدر به شما چی میگم مهم باشد خیلی یگان سوال با جواب میتیم. بله. و فکر میکنم که شوهر دارم شکرانه. و شنیدم که شما ولادار شده اید چند سال قبل و برای مخلصان بسیار عجیب است که مثلا سعیده بانو با خواست خود به شوهر برآمدن، انتخاب خود بود یا اینکه انتخابی پدر و مادر یا یگون خش و دیگر یگون شناس؟ سعیده بانو همینقدر دختر یک رو است که نمیشه به گپ گرفتن. برای همین انتخابی خودم البته من دوست داشته گرفتم. شکرانه الله. فرزند هم دارید فکر میکنم؟ همین مسئله فرزند کمتر دیرتر شد. هزار بار شکرانه خدا الان صاحب یک شیر بچه عزیزم هستم. که خیلی خوشبختم. فکر میکنم یگان خوشبختی به این نمی براید. یک خنده و یک صدای شیرینی و تمامی درد و دمل. چی نام گذاشته پسرتون؟ نامی عجیب دارد. یک بالای دفتر. نوریدین مصور. نوریدین مصور مثل که نامی افغان ها برین یا که ایرانی ها برین. نوریدین شوهرتون تاجیک است؟
تاجیک. نوردین نام تاجیکی مصور یکی از نام‌های الله میباشه. این یک سبب دارد که من همین فقط آرزو میکردم که اگر من پسرچه دار شوم حتما نوردین نام میکنم. نور زندگیم نوردین. همین خیلی میگفتم. مصور یک اپا بود که اون از رنج به فرزندی را کشیدگی بود. هنوز 3 ماه در بطنم بود که از من خواهش کرد که سیده جان اگر پسر و پسر شود مصور نام کن، چون من آرزو میکنم. گفت که پسرچه دار شما مصور نام کنم. متاسفانه گفت خداوند به من نداد. من نیست که این رنج داشتم، نه دل اپا را خفه کردم نه دل خودم. از نوردین مصور خودش یک نوردین مصوره. بله، خوشبخت‌ترین بانو نفر است که صاحب فرزند است. فرزند این دوام دهنده نام و آبرو اعتباری انسان است. و شما یک مدت روی صحنه هنر نبودید. شاید که سببش من همین به شوهر برآمدنتون بود. البته اول اجازه دادن، بعد از توی گفتن امین در خانه برای من خواندن گردید. تمام. فقط برای من بیسرم برای تمام. فقط برای بعدن چه دلشون رو یافتید که باز اجازه دادن؟ بعدن که وضع سلامتی هم اینقدر خوب نشد و بسیار زیغ میکردم شون، بعد گفتن خیلی کار کن. اجازه دادن. یعنی این زمان ضد آن که شما روی صحنه باشید نیستن. نه دیگر در باوریم. و بیایید برمیگردیم به چند سال قبل. سعیده که سال 2006 7 8 بود و سعیده که امروز 2021 است. چی فرقیت است؟ شما چی فرقیت میبینید؟ من همون سعیده زیبا رو میبینم. مقصد مناسبت شما، رفتار شما، شهرت شما به اندیشه شما تغییر نیافته است. البته میابد تغییر، چون هر روز یک تا دیگه یک چهره نو میبرد و ما رقیبان شما زیاد میشن. بله، ما که خواهم با یک سرود برای دل خدا میکنم. بله. اینقدر خیلی من تلاش هم ندارم، چون فکر میکنم در اون مدتی که من بودم هم تمام پستی هم بلندی هم و شیرینی هم دم الان فقط من نوردین مصور. تمام. بله، یعنی تمام مهر و محبت خود رو عین زمان بخشیدید به فرزند. و رفت و اگر به شما شرط گذارن که یا اویله یا اینکه صنعت، البته اویله. شوهرتون اویله رو انتخاب میکنید. البته از صنعت پورا دست میکشید. بعد این مخلصان یک بار دست کشیدم. مخلصان چی میشون؟ مخلصان را باوری دارد که به صنعت میتوانید؟ نه نمیتونم، کوشش میکنم که یگان سرود سر یا مخی. بله، بهترین است. من راهش یافتم. و این زمان در یگان انسمبل دولتی گمانه فعالیت نمیکنید؟ نه. برای چی نمیکنید؟ اکثر هنرمندان ما در انسمبل ها نمیخوان فعالیت کردن، یا اینکه دعوت نمیکنن یا خود شما نمیخوان؟ نه، ما از اول که آزاد بودیم فکر میکنم از همین سبب. معلومات عالی موسیقی داره؟ من تا آخر نخوندم، لیکن عالی نوپوره دارم. کنسرواتوار ملی تا 4م کرسی را. نمیشود که برقرار کنید و ختم کنید؟ نیت این سال نداره؟ کوشش میکنم. و با فکر شما بغیر از ترانه منمون سفر کردی به سلامت، گلباغی با باغ، در ایجادات شما باز کدام ترانه شما رو میان مردم مشهور کرد؟ در ایجادات هم از سرودای خودم زیاده از 64 تا زیاد، قریب 4م آلبوم این امروز پگاه آماده میکنم. فکر میکنم در هر یک آلبوم 4-5 سرود بود که مخلصی خودش دارد. بله. فقط لکن گلباغ با باغ اینا مخلصان نام کردن. خودی سرود نام داشت میرم به سفر. بله. استاد خیراندیش نوشته بودن این سروده. مرا از همون سرود مردم شناختن، قبول کردن، چون یک چهره نو بودم و خیلی جوان بودم، هنوز طلبه مکتب میانه بودم. فکر میکنم بعداً سفر کردی سرود تاجیکستان نقش گذاشت، یا که یاد داشته باشین صحرا شده پرگل. یک سرود دیگه بود وای نیز، باز چند تا دیگه بودن. بعد یک سرود داشتید قطیت قری شجاع پری. بهترین همین ترانه نیز میان مخلصان زیاد محبوبیت پیدا کرد. چگونه تولید شد؟ من همین مفهومی شوهرم فقط من میگفتن چوجه من. وقتی که یکم بارم برآمد کردم گلباغ سرودم، یاد داشته باشه چکن زرد داشتم، تاقی خیلی بود. بعد همین چه شوق آور اومدم و ثبت چگونه اومد که از من فراموش کردن پرسن نامی من چی. یعنی من ثبت کردم روان کردن خونه.
بعد گفتن آخه همه نامشون را پایان می‌نویسن که ایمان نیست. بعد گفتن این چوجه زرینه چی به نامشون نپرسیدن. یک شد. بعد با شوهرم هم خیلی چوجه چای من من هم خیلی میگفتن. بعد در سایت نامم مونده بودم چوجه پری. بله. بعد پای نرگس با من پیشنهاد کردن همین سروده. من گفتم مخصوصا برای همین نام من میخونم. و این سرود نیز شما رو تا اندازه موفق کرد. بله. بعد از چندین خاموشی ها باز دوباره شما رو احیا کرد. بله. و ترانه دل شما کدام ترانه است از ایجادیتتان؟ ترانه یک سرودی راک بود، میخندد و بسیار همش دوست میدارم و با بسیار به دل نزدیک. باز یک چند تا دیگه هستن که الان نسرویدم. و همون گردنک زنی شما با قول همین وقتی که سعیده سراج‌الدین میگه هم دخترکی که گردنک میزنه کلاجمونه. بله. همین ایده از کجا پیدا شد؟ از یگان جا پیدا نشد. این تنها چند بارها من پرسیده بودن، من گفتم که خیلی شرمگین بودم وقتی که حتی ثبت آواز میکردن برق رو خاموش میکردن. بعد من سرایده میتونستم که گیران میکردن و نزدیک میامدن، من سرایده عموما نمیتونستم. بعد استاد گفتن سنی همه که این منو میبرن در سبک، گفت شرمنده میکنه، گفت حالی میگه کشن سویتا رو بمرسی کنین. همین قدر ناموسم کرد، قهرم کرد که یکون از من شرم کرده ایستادن. بعد رفتم در وقتی سبک رقص کردم فقط به یک طرف. بعد گفتم که چرا به یک طرف دو دسته رقص کنم. بعد همین چه خیلی شد که آخرش که انا گل باغ به باغ بود، من همین خکدم. بعد گفتن انا می زور همین بابی سکون و خیمانم یاش ندانم از همین اول سرود که دیگه رفت. برای چی امروز نمیکنیدن همون؟ که گردن فربه شد. نمیشه غم دیدن. زنده باشید. نه فکر میکنم که اون وقت جوان بودم همون رقص همون همش با همون میزید. الان اکنون هنوز هم زیبا هستی، جوان هستی. تشکر. اکنون زن شدم، مادر شدم، فکر میکنم با تغییر یافتن خوبتر است. اکنون میخواد که جدی باشید روی صحنه. بله. زن جدی. و دوام فعالیت خود سفرهای هنری به خارج کشور داشته؟ سال 2009 به دعوت اسلامی افغانستان سفر داشتیم. بعدن دیگر پای اینو پایوای شد. از سفرم اونقدر راضی که نبودم، دیگر بس کردم، گفتم من از شهر بیرون نمیبرم. در بسیار محفل های ظریفان، در بسیار چاره‌بینی ها به شما تقلید میکنن، طرز سرودخوانی و حرکت های شما را شما تماشا میکنید، چگونه قبول میکنید؟ خرسند میشوید یا برعکس؟ مدتی که من از صحنه دست کشیده بودم، چخیل که گفتن هر باره که میدن که با من تقلید میکنن همین قدر مهری من زیاد میشه. خرسند میشم که الان ما هستم، فراموش نشدم. نه من میپسندم اگر تا درجهش بعضنش هست که از حد زیاد میگذرانن، نه هست که بسیارش که معقول بشود و می ندارم به هم. بله. بسیاری ها میگفتن که سعیده بانو زن مغرور است، زن جنگر است با قوله، ولی من میبینم که شما یک بانوی خوش صحبت، خوش سخن، هیچ مغروری نمیبینم. نه خیلی لحظه میشد که مثلا من از شما هم باشم یکی تابتون خیره، یکی عصبی، این زندگی هم پستی و بلندی دارد. میشود که یک گپی نافورا میگوین یا که یکون و خودشون رو میگذارن، بعد میشود که منم دیگر شوم. یعنی میگوین مورا نرس نمیگذه. یا زنبورا چش اگر سیخ کنید زنبورا یا که من که سلام که مورس برای همین میگم مورا نرس نمیگذه. بله. و امروز برآمدهای شما رو در تلویزیون قریب که نمیبینیم، سببش چی باشه؟ سببش از شما، همه گناه در سر شما، قطعی همین برنامه هاتون. دیگه هیچ کس به فکر برنامه تلویزیونی دیسک تماشا نمیکنه، همه شبکه‌های اجتماعی، یوتیوب دیگه من اصلا سعیده چی من استی میگم یوتیوب بینن نغز بینن. بله. من اصلا با خود شما نمیروید یا اینکه یگان نفر مانیا ایجاد میکنن؟ نه یگان مانیا نیست، همش خوب است. میگم دیگر اونقدر ذوقم نیست که تلاشم نمیکنم، نگاه میکنم یگان اگر ذوق دلم باشد بعد میروم. و چی شما رو بیشتر و افتاده میکنه، در غضب میاره؟ وقتی با من خیانت میکنن. کردن؟ بله. وقتی با من میشنن سر یک میز با من نان میخورن، با من روی راست نگاه کرده دروغ گپ میزنن و یا کوشش میکنن که از پس من کارت زنن و یا دروغ گپ میزنن، خیانت میکنن، هم رو افتاده میکنن، هم
دل یادم چقدر میشکند. میشکند میبخشید بعد؟ نه من نمیبخشم. قهری میکنی؟ ما قهری میکنم. قطعی قهریم. چوجای زهریم. و سه خصلت بعد خود را که میخواهید از آن دست کشید اما نمیتوانید با مخلصان گفتن میتوانید؟ بله. از من به شما یک نصیحت. بدرشک نباشید. شما بدرشک هستید؟ یکم خصلتتون این قدر خصلت بدم نه؟ همین قدر بد که شما رو میدونید تو چی درجه رو بد. باز میگن که رشک نمک زندگی است. نمیدونم زن باید رشک داشته در باشه. زندگی من نمک نمیتوبه در نظرم فقط قلمفور میتوبه. دیوم چی؟ دیوم خصلت زود باوری. اما را دوست خیال میکنم با همه یک. سیوم خصلتم این فکرم سیوم خصلت ندارم همین دو خصلت. همین دو تا. با توی ها میروید؟ میروم. با فکرم که گران نرختان نرخ قلنگی توی. نه ما کوشش میکنیم که با توی دار زبان یادم. یعنی موافق شرایطی اون کست. بله. زنده میخونید؟ یا که 50 نه 50؟ زنده بعد اگر باور میکنید امین طرف اورمیتان توی رفته بودیم گلباغ زنده خوندیم. فریدون خوشد همه وقت نوازنده بودن. با اگر باور نکنن از خودشون پرسین تو دور اومد قطعا جنگ دارم میگه که گلباغ زنده خوند. میگم آخه زنده خواندستم نه میگه فناگرام خواندست زنده خوند. بعد گفتم آقا فناگرامش سرتیه همون آواز زنک دویم پس پف کامera ات میگه انا زنده. زنده. آره اگر ما با فناگرام شود ای بی من نه. یعنی به هر صورت استفاده میبرید. سرودایی که همین در ثبتا و در کلیپا و فکر میکنم که همه صنعتکارا میدونن بله. نمیشود او رو زنده. بله من خودم صنعتکار هستم. چیزی که داره او همون در خودش داره. این چیز رو میفهمم درک میکنم. برای چی با یگان نفر دوید نمیسرایید؟ من ندیدم. سرایده بودم التماس کردم من یک دو برادرم اون سال 2007 اینقدر موفقم نشد بعداً به خودم هم پسند نآمد برای همین نمیخواهم. اگر یگان سراینده مشهور فرض کردیم صدرالدین نجم‌الدین یا اینکه یگان نفر دیگر پیش برای با صدرالدین نجم‌الدین با افتخار است سرایدن چرا نه؟ شما کم کم به مینا مانند شده. و مینا مولا نشدم چون مینا از من خورد است. خب تا انیترش میفتیم که مینا شما من بسیار نه بسیار میگن با در معرکه در چوربنی هر دوم بودیم که هم خیلی میگن خیر مینا هم یک دختری نازنین یک هنرمندی خوب. بله. کی میدوند یکی پدرامون یا مادرامون. سلامت بشه. و جان خفه نشوی من شوخی میکنم. خیلی مینا هم میدونه که من شوخم. امیره یا قدم قربان. و با شما چگونه انسان ها پسند نیست و چگونه مردها رو بد میبینید؟ چقدر که گفتن که خصلت بد انسانی رو همه خیانت بد میبینن دروغ دست قلب و همه خیلی مردها رو نیست بد میبینم. اینجا با من یک گپ میزنن اونجا دیگر. بله. خبرکش گپچین همین یکم درجه هم مرد خیانتکار که شد دیگر در نظرم مرد نیست. بله. یکی میگن با مرد خیانت نکند مرد نیست. این معلوم که به شما خیانت بسیار کردن که علم داره در دل. و چون شما رو مخلصان بیشتر با ترانه ان همون گلباغ بباغ میشناسن چند سال قبل خطا نکنم سالهای 2006 یا 7 بود. 7 پیشکش مخلصان گردونده بودید. هنوز من طلبه مکتب میانه بودم. در پخت چابق گوش میکردیم در تلفن مونده و خواهش میکنیم از شما که در سال 2021 از همین ترانه با تمامی حرکت‌هایش برای مخلصان خود 4 مصرع زمزمه میکردیم. بعد مخلصان میگن این دیگه سیده سرود نداره اخیر به همین گلباغ پنسه میره. من خونده بودم در کامنتاریاشو. سعید بانو سرود بسیار دارند. منم باز در سال 2021 ترانه های نوی او را شما میتونید که از یوتیوب تماشا کنید. خاص اکن در حرکت‌هایش جواب گفتن نمیتونم اون بسرایم. انا گلباغی به باغ انا دلداغی به داغ انا یارم به سفر انا میرم به سراغ انا سوزانی اگر
انا داغت بجیگر انا من دل ندیم انا بر یاری دیگر میدیم دل. زنده باشید. بینندگان عزیز، مهمان برنامه چهره آشنا بودن بانوی هنر، خیلی زیبا و خوش سخن و خوش صحبت، ستاره استرادای تاجیک سعیده سراج الدین. تمنیات شما به مخلصان هنرتون. تمام خوشبختی های زندگی، پیش از همه سلامتی، سربلندی و خانه آبادی، خانه دسترخوانی پر از فیض و برکت تمنا دارم همیشه با ما باشید، چون ما با شما زنده ایم. زنده باشید. عید مادر و عید نوروز بین المللی مبارک باشه. تشکر به شما. بینندگان عزیز، برنامه چهره آشنا بود تقدیم شما از کانال تاجیکان گروپ. خیر تا برنامه های دیگر.